من که نمیفهمم، من اصلا متوجه نمیشم منطقی نمیبینم رو گل 3-3. واقعا نمیفهمم گل 3-3 رو. اولا خیلی 20 دقیقه نیم ساعت مسخره رو دیدیم، یکی از مسخره ترین نیم ساعت هایی که شاید بود. نیم ساعت آخر این بازی بود. بعد از گل الجزایر گل اتریشو من اصلا منطقشو نمیفهمم از نظر فوتبالی. حالا نمیتونم بگم نمیدونم بت زدن اینا، نمیتونم بگم اینا تبانی کردن یا هر چیز دیگه، ولی شما بعد گل دقیقه 94 رو نگاه کنی خیلی عجیب غریبه. قبلش هم نگاه کنید، یعنی 20 دقیقه اینا به هم دیگه فقط تو 18 پاس میدن، یه گل 3-2 و بعد گل 3-3. میتونم بگم که بسیار بازی مسخره‌ای بود. این کلمه که میتونم براش انتخاب کنم. شاید بگید که نه، حالا از یه جایی تیم‌ها بر اساس این که بخوان ریسک نکنن، حذف نشن، گل نخورن، باشه اوکی. 20 دقیقه داشتن تو خط دفاعی به هم دیگه پاس میدادن. بعد گل 3-2 رو الجزایر